راجع به تاریخچه شهرداری رشت و ساختمان ساعت چی میدونید؟ شهرداری رشت برای خیلی نماد رشته و چون خیلی راجعش میدونن کمتر راجعش صحبت شده، اما برای اونهایی که نمیدانن در سال 1280 تدفین در این منطقه ممنوع میشه و وقتی که 1300 حاکم نظامی منصوب میشه اینجا یه قبرستان مسیحی بوده که تصمیم میگیره با توجه به اینکه دارالحکومه رشت هم نیمه ویران بوده این منطقه رو صاف کنه و بعد از اینکه اینجا رو صاف کنه شهرداری رشت به عنوان نماد رشت و بلدیه شروع به ساخت میشه و در ابتدا نقش شیر و خورشیدی به عنوان نماد شهری رشت بوده که بعدا کلیدی که در توی ساختمان ساعتش هست جایگزینش میشه. شهرداری برجش در سال 69 تخریب میشه و توسط آقای باقانیان در یک سال مرمت میشه و دوباره به شکل سابقش برمیگرده و الان هم تقریبا 6-7 ساله که دیگه اداری نیست و قرار است به عنوان موزه مردم شناسی رشت از اواخر سال شروع به کار کنه.